سلام بچه، اومدم با یه نکته کلیدی و طلایی که توی کار یه ترفندی اجرا کنین که شاین کارتون چند برابر افزایش پیدا کنه. چند مدل هم اینجا براتون شاین آوردم. 3 مدل شاین پودری، 3-4 مدل، یه مدل شاین مایه است. بچه شاین مایه رو اصلا بهتون توصیه نمی کنم، چون توی کار اگه کارتون رو خیلی کند انجام بدین یا ضعیف باشین توی انجام دادنش، به خاطر اینکه شاین مایع زود خشک میشه کارتون رو چرک و کثیف میکنه. شاین مایع فقط توی کارهایی که کار چطوری بهتون میگم، کار شیشه‌ای بخواد باشه، کار براق باشه، کاری که بخواد فقط صرفا مهارت مگا کار نشون بده انجام میشه. این مدل بچه‌ها شاینام هستش. این مدل بچه‌ها نمیشه تنهایی استفاده کرد، فقط باید با چسب مخصوص سایه استفاده کنید، چون خودش حالت چسب داخلش نداره، فقط پودر تنهاییه. پودر تنهایی که نمیشه مثلا با براش برداری بذاری، کلا مدلش با اون پودرهای دیگه فرق میکنه. چند تا رنگش رو من براتون آوردم که بهتون بگم که هر شاینی رو هم نمیتونین استفاده کنین. شاینای پودری خیلی ریز هستش که الان 2-3 مدلش رو آوردم، اونها رو فقط میشه توی کار استفاده کنین. بچه اینم دقت کنین که اون شاینی که به شما تو کار میده بازم بسته به اون کیفیت و برندی که شما میگیرین یه مقدار تغییر داره. ببینین بچه اینم شاینایی هستش که حالت تکی ریلیه، روی خودش قلتک داره. با براش هم میتونین سر براشتون بزنین جای قلتک استفاده کنید، بدون براش هم میشه ازش استفاده کرد. چند مدل آوردم. حالا نکته مهم چیه توی کار بچه ها؟ ما زمانی که میخوایم برق کارمون رو توی کار چند برابر افزایش پیدا کن بدیم، اصلا نیاین بچه کارتون رو خشک بزنین، یعنی فقط براشتون رو بزنین توی اون چیزتون، شاینتون که حالا به حالت پودری هستش، بعد بکشین روی محلی که میخواین استفاده کنین. زمانی که میخواین چند برابرش کنین فقط کافیه از یک اسپری آب. بچه بعضی میگن اسپری های فیکس، من اسپری فیکس رو خیلی توصیه نمی کنم، مخصوصا اسپری های فیکس خیلی قوی، چون چسبش زیاده، توی فید کردن یه مقدار اگه دیر عمل کنید به مشکل میخورید. من از اسپری آب استفاده میکنم و نکته مهم میرم که باید رعایت کنین، سطحی رو که میخواین بزنین بچه خیس خیس نکنین. وقتی خیس خیس میکنین آب چکون میشه، رنگا کلا با هم قاطی میکنه، کلا کارتون چرک و کثیف میکنین. من اینجا سطحی رو که میخوام بزنم روی دستم بچه قشنگ بهتون نشون میدم، سطحمو مرطوب میکنم، خیس خیس نمیکنم، فقط مرطوب میکنم. ببینین اون برق مرطوب شدنش توی ویدیو قشنگ براتون مشخصه. مرطوبش میکنم، یعنی هم روی سطح خیس براتون مرطوب براتون تست میکنم، هم روی سطح خشک، که دقیقا تفاوت دوتا رنگ رو ببینید. با دل انگشت دستم، حتما نیازی نیست با براش بخواین امتحان کنی، میام از این برندایی که دارم براتون تست میکنم توی هر دوتا محیطی که هستش، یعنی هم محیط مرطوب هم محیط خشک. ببینین خودتون، ببینین ویدیو بچه هیچ فیلتر و هیچ چیزی نداره، کاملا خامه ویدیو که شما شاین اصلی رو ببینین. فقط اینم بهتون بگم قشنگ با دل و جون موادتون رو استفاده کنین، چون اگه بخواین خسیس بازی دارین کار خودتون رو خراب کردین توی فاینال کارتون. ببینین من میرم سراغ برند بعدی، 2-3 تا برند آوردم براتون استفاده کنم با 2-3 مدل توناژ رنگی مختلف. ببینین چقدر شاین به من میده وقتی روی سطح مرطوب دارم براتون تست میکنم. این از برند دومیم. حالا میریم سراغ اون قلتکی. اینو بهتون گفتم هم میتونین با براش استفاده کنین، هم میتونین خودش رو تک استفاده کنین، چون سرش قلتک داره و راحت استفاده میشه. ببینین بچه‌ها از اینم استفاده کردم که توناژ رنگی اینم ببینین روی سطح مرطوب. برق این کار رو الان داشته باشیم تا بریم با هم دیگه روی سطح خشک کارا رو تست کنیم. بازم با همون انگشت دستم، که فکر نکنین انگشت با براش فرقی میکنه، نه، بازم با همون انگشت دستم میام روی ساعد دستم براتون کار رو تست میکنم. ببینین دقیقاً شاین اولیه که زدم و براتون دارم تست میکنم. بچه من روی قسمت خشک فقط از یه مدل استفاده میکنم که فقط شما تفاوت کار رو ببینین. 2-3 مرحله هم استفاده کردم که ببینین اون چیزی که توی کار خشک هست با چیزی که روی سطح مرطوب هست بچه ها چند برابر افزایش توناژ رنگی داره. این کار باعث میشه که با این تکنیک کارتون خیلی جلوه پیدا کنه توی کارهای عروس، توی کار آموزشی، توی کارهای حتی خیس که میخواین انجام بدین. البته توی کار خیس
بیشتر با شاینای مایع بهتون توصیه میکنم. اگر هم نداشتین، چون میخوایم کارمون برق بزنه، با این کارم انتهای کار میتونین سطح رو به سطح کاری که دارین رو بزنین بچه، مشکلی نداره چون کارمون براقه، سطح کارمون رو خشک نمیکنه. برای حمایت از من ممنون میشم کانال من سابسکرایب کنین.